روز بخیر. چیکار کردید؟ مگر یک اویله شدید شما؟ ها؟ تو چیکار کرده ای سودایی پدر ها؟ چیکار کردی؟ سالها باز درباره اخلاق صحبت کرده مغز سرم رو خورده بودی. حالا خودت چیکار کرده ای سودایی؟ در زبان مردم خودت رو آوازه میکنی؟ ها؟ از پس چی هستی؟ خیر مالش این رو هم گذاشتم. از همین ریش و موی سرت هم شرم نمیداری ها پدر؟ تو چگونه دختر هستی ها؟ با جایی که از دخترک عذر بپرسی در مقابل می سوده سفسطه میگویی. ما در اینجا به هر حال سری تو رو نگاه داریم، فراموش نکن. با هزار یک مشکلی مبارزه برده ایم. من و مادرم با چی مشکلی ها مشغول هستیم، اما تو خستی با اینها اویله داری بازی میکنی. تو براو با شما. در مقابل تو پدرت است. بهار سری بزرگ رو میفهمد. البته به من مادرم غضبین میشود، اما تو رو هرگز نمیبخشد پدر. از تو ابد نفرت میکند، چون که شما ما را اخلاق، وجدان آموزنده کلام کردید. اما خودت در جای ایستادت نشسته ماندی، برای هیچ چیز حتی انگشتت را نجنباندی. اما ما را هیچ نباشد درون و بیرونمان یخی. کارهای کرده ما روشن است و مثل تو دو رویه نیستیم.